سیستم ضد پهپاد لئونیداس CUAS یک سامانه دفاعی میتواند تعدادی پهپاد را ساقط کند، اما نه در حمله تعداد بیشماری از آنها. اما لئونیداس یک سیستم پالس الکترومغناطیسی CUAS است. این دستگاه مجهز به یک آنتن با شکل پرتوبه دیجیتال است. این سیستم میتواند همزمان چندین پهپاد را شناسایی و خنثی کند و اهداف را با سرعت و دقت بالا مورد اصابت قرار دهد. بمب افکن رادارگریز بیدو. بمب افکن بیدو اسپریت یک بمب افکن استراتژیک رادارگریز استیلف ساخت شرکت نورسروپ گرامن است. مهمترین ویژگی بیدو قابلیت رادارگریزی آن است که دلیل آن طراحی خاص بدنه و استفاده از مواد جاذب رادار است و به شدت از دیده شدن توسط رادارها جلوگیری می کند. این بمب افکن می تواند به عمق مناطق تحت حفاظت دشمن نفوذ کند بدون اینکه به راحتی شناسایی شود. جنگنده رهگیر F-22 رپتور. جنگنده F-22 رپتور یک هواپیمای نظامی پیشرفته نسل پنجم است. F-22 با پنهانکاری، سرعت و چابکی بالا برای برتری هوایی و مقابله در نبردهای پیشرفته هوایی طراحی شده است. جنگنده رادارگریز می‌تواند مخفیانه در حریم هوایی دشمن با سرعت بالا پرواز کند و هر نوع سلاح کشنده‌ای را حمل کند بدون آنکه شناسایی شود. F-22 رپتور نبوغ مهندسی را از طریق ترکیبی از آیرودینامیک، قدرت موتور، فناوری پنهانکاری و جهت هیرانش به نمایش می‌گذارد. این جنگنده تاکتیکی پیشرفته تنها توسط نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا USAF اداره می شود و 183 فروند از آن در آشیانه‌های شاخه‌های این نیروی هوایی یافت می شود. F-35 لایتنینگ 2 جنگنده رادارگریز F-35 لایتنینگ 2 یک جت تک‌سرنشین و تک موتور نسل پنجم است. جنگنده پیشرفته F-35B با قابلیت برخاست با فرود عمودی VTOL از یک سیستم منحصر به فرد برای انجام این مانورهای پیچیده بهره میبرد. F-35 لایتنینگ 2 یکی از پیشرفته ترین جنگنده های نظامی آمریکا است که قابلیت ها و توانایی های بی‌نظیری دارد. هر سه مدل جنگنده F-35 توان رسیدن به زاویه حمله 50 درجه‌ای در سرعت 1.6 ماخ را دارا هستند. این در حالی است که جنگنده های نسل قبل همچون F-16 و F-18 تنها توانایی رسیدن به زاویه حمله 30 درجه‌ای را دارا هستند. هواپیمای F-35 با حداکثر سرعت 6 ماخ پرواز می کند و به عبارتی می توان گفت 1.6 بار سریعتر از سرعت صوت می تواند حرکت کند. F-35 قادر به حمل انواع سلاح‌های هوا به هوا، هدایت راداری و فروسرخ، هوا به زمین، ضد کشتی و سلاح هسته‌ای است. F-35 با قابلیت فرود عمودی به روی باندهای کوتاه و ارشی، ناوها منعطف‌ترین جنگنده جهان می باشد. از مجموع 2443 فروند F-35 آمریکا 1763 مدل A برای نیروی هوایی و 260 فروند متعلق به نیروی دریایی است.